سلام و وقت بر شما بخیر. سرخط خبرها. افغانستان هیچ گونه مشکلی در مقابل آسیای میانه نداره، بلکه این پاکستان است که دروازه ها را بسته کردند. امارت اسلامی در صدد گسترش روابط با کشورهای جهان. هیئت بلندپایه تاجیکستان به کابل آمده. گسترش روابط سیاسی، تجاری، امنیتی و گفتگو در مورد سفارت افغانستان در دوشنبه از هدفهای اصلی این سفر گفته شده. تاجیکستان از کشورهایی بوده که در 4 سال پسین روابط دلگرم کننده با امارت اسلامی نداشته است. صلح و ثبات در افغانستان کلید امنیت و آرامش در خاورمیانه. رئیس جمهور ازبکستان صلح و ثبات در آسیای میانه را وابسته به توسعه افغانستان دانسته و گفته بدون پرداختن به مسائل افغانستان حفظ صلح و ثبات در کشورهای آسیای میانه امکان پذیر نیست. امارت اسلامی گفته متحد به تأمین صلح و ثبات در کشور است. که چا په پاکستان کې قراردادونه یا خریداري کړې وي 3 میاشتې وخت ورکول کیږي. په همدې موده کې دې خپل ټول حسابونه هلته تشبیه او کار دې راونغاړي. و امارت اسلامی به دنبال راه‌های بدیل پاکستان برای تجارت با جهان. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت میگوید بندر چابهار به عنوان جاگزین برای مسیر پاکستان امکانات را برای بازرگانان افغان فراهم کرده و در عین حال سبب حفظ ثبات قیمت‌ها در بازارها شده است. متوقف شدن تجارت میان افغانستان و پاکستان زیان بیشتری به طرف پاکستانی وارد کرده است. با مجموعه خبری امروز شنبه با من بی‌نظیر بکتاش کامگار خوش آمدید. یک هیئت بلندپایه تاجیکستانی برای بهبود روابط با امارت اسلامی امروز وارد کابل شد. منابع به تلویزیون یک میگویند که این هیئت شامل مقام‌های وزارت خارجه تاجیکستان، بخش‌های امنیتی و سایر نهادهای دولتی آن کشور است. هدف سفر این هیئت گسترش روابط سیاسی، تجاری، امنیتی و گفتگو در مورد سفارت افغانستان در دوشنبه عنوان شده است. در میان کشورهای آسیای میانه تاجیکستان یگانه کشور است که در بیش از 4 سال گذشته روابط دلگرم کننده با امارت اسلامی نداشته و در این مدت بارها میزبان نشست‌های مخالفان امارت اسلامی بوده است. باورها این است که بهبود روابط سیاسی افغانستان با تاجیکستان در به میان آمدن فضای اعتماد میان دو کشور سودمند است. همکارم سید عیسی سادات با روح الله هوتک آگاه مسائل سیاسی گفتگوی انجام داده است. برای پاسخ به چند پرسش روح الله هوتک آگاه مسائل سیاسی با ماست. هوتک صاحب سلام. هدف اصلی سفر هیئت بلندپایه تاجیکستان چیست؟ آیا دوشنبه قصد دارد امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه و سفارت خود را در کابل بازگشایی کنه؟ سلام به شما و صدیق شما به شنوندگان عزیز و بینندگان محترم تقدیم می‌کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما بهتر می‌فهمید که کشورهای منطقه در رابطه به سیاست، در رابطه به اقتصاد، در رابطه به ثبات منطقوی و علیرغم بر اینها یک نوع دیپلماسی پرکتیکی را برآورده انداختند. او دیپلماسی که به صورت کلی یعنی تعریف دیپلماسی است که ما محورهای پایدار خود در نظر میگیریم، سیاست اقتصادی را به پیش میبینیم و در واقعیت اینی است که یک واقعیتی در داخل جغرافیای افغانستان را من حیث یک واقعیت میبینیم. از آن خاطر است که تاجیکستان با افغانستان انرژی را صادر میکنند و همچنین بازارهای سرحدی را باز کردن و در رابطه با امنیت میخواهند گفتگو بکنند. یعنی تاجیکستان امام علی رحمانوف واضح گفتند که واقعیت ها ما در افغانستان با واقعیت ها روبرو شدیم. ما در رابطه با پایداهای مردم خود گام های عملی را می‌برداریم. این در دیپلماسی بحث قسمی که اشاره کردیم و نمود دیپلماسی پرکتیکی هستند که اونها نظام و یا هم بحث‌های دیگه ایدئولوژیک و مذهبی و سیاسی دیگر را کنار می‌گذارند. فقط باور من به این هستند که امنیت و اقتصاد و سوداگری تجارت و انرژی را چطور سامان ببخشند و به اونها رسیدگی بکنند. درست. در بخش همکاری های امنیتی که شما هم اشاره کردین هوتک صاحب، مهمترین موضوعات مورد گفتگو میان دو طرف کدام ها است و اولویت امنیتی در این مذاکرات چی است؟
خب واضح هست که مواد مخدر از اینمی مرز حدوداً 1370 یا تا 75 تا اینمی کیلومتر مرز وجود دارد اوجه و مواد مخدر راهش همین طرف بود که به طرف غرب می رفتن و یا هم به طرف سرزمین هایی که ملحق به اونها بودن از این تاثیرپذیر می شدن و حال مگاه دیگه یک درگیری با قاچاقبرا صورت می گیرد و در کنار اونها یک نوع مشکلات داخلی تاجیکستان هم وجود داشته در رابطه به افرادهایی که در داخل تاجیکستان بوده اونا هم قبلا به طرف افغانستان و یا هم به سرزمین های جنوبی آسیا آمده بودن و به یک نوع مشکلات ایجاد میکردن در داخل خاک تاجیکستان که در بین جنگ هایی که در داخل تاجیکستان وجود داشت بین سالهای 1992 الی 1997 و این یک مبارزه IRP بوده که در مقابل دولت اونها برای انداخته شده بود. از اونمو نوام یک نوع حراس دارند و اونا به یک نوع ملت خود میکوبند در رابطه با سکولاریسمی که در کشور خود رایج کردند و به صورت کلی محدودیت ها را بالای دین مقدس اسلام وضع کردند. از اونمو خاطر مرزها را نادیده نمیگیرند به خاطر که یک نوع تبلیغات در رابطه با افغانستان وجود داشت و همیشه تمام جهان در جنگ دخیل بودن و افغانستان تصویر افغانستان به صورت کلی به انزوا کشانیده بود. درست. هوتک صاحب بودن که افغانستان مشکلات خود داره. سپاس. هوتک صاحب چرا در حال و در این مقطع زمانی تصمیم گرفته گفتگوهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی را تاجیکستان با کابل گسترش بده؟ طی 4 سال گذشته دلیل عدم اقدام عملی چی بوده؟ ما گفتم که اونها قبلا هم سیاست برای ننداخته بودن بلکه دیپلماسی پرکتیکی را برای انداخته بودن و اونا دیدن که انرژی را صادر میکردن، بازارهای مرزی باز بود و راههای ترانزیتی استفاده صورت میگرفت، تجارت همچنین ادامه داشتن ولی میخوان سفارت باز بکنن. پس گپی نمی است مثل همون گپی که امام علی رحمان گفتن که ما در افغانستان با واقعیت ها روبرو شدیم و باید ما اونمو بحثا را قدم ورداریم یا گام های عملی را ورداریم که به نفع مردم ما هستند. به نفع مردمش همین است که باید مناسبات با افغانستان درست بود. درست. موضوع سفارت امارت اسلامی در دوشنبه دقیقاً در چه چارچوب مطرح است هوتک صاحب و آیا تاجیکستان آمادگی داره مدیریت کامل او را به امارت اسلامی واگذار کنه؟ فکر کنیم که بحثش رسیده وقتی که اینا میخوان که تعامل عملی داشته باشن، وقتی که اونا میخوان که تجارت عملی داشته باشن، وقتی که میخوان که پیمانها و یا قراردادهای رسمی را امضا بکنن، این بدون رسمیت شناسی نمیشه و رسمیت هم با مو است که از اون کانال دیپلماتی که سفارت ها باز شوند با اونا صورت میگیرند. در غیر آن شما دیدین که یک کاسا 1000 مزرعه تاجیکستان میشه که به طرف جنوبی آسیا بروند و قزاقستان هم اونا را خواستن که باید روابط تو این مسیر باز بکنن. بانک جهانی هم در این راستا اقدامات خود داشتن که پیسهشان را پرداخت بکنن و نیازمندی های پاکستان هم شما میبینید افغانستان هم یک موقعیت بسیار خوب و فرصت های بسیار مناسب را بران داشتن و مساعد ساختن که به نتیجه میرسن. پس همی چندین بودها هستن و یک چیزی مهمی دیگه است که کشورهای آسیای مرکزی دیگرهایشان وقت تعامل خود پیش برده بودن. اکثر کشورها است که امیال عملا ریلشان در افغانستان میایه مثل ازبکستان، همچنان تجارت اونها به میلیاردها دلار رسیده، سرمایه گذاری اونها در داخل افغانستان وجود دارن تقویت می شود. تاجیکستان هم نمیخواین من حیث یک کشوری که در یک مقطع بسیار مهم و در یک تقاطع بسیار واضح در بین یک راه و یک کمربند که جزء اونها افغانستان هم شمرده می شود اونها را عقب نگاه بکنن. واضح هست که اینا هم قدم های خودآور دارن و تا کنونی که تا این روزی که نوار داشته بودن فکر کنیم که تبلیغات بودن و یک سلسله فشارهای بودن که یک نوع تمایل با غرب داشتن و غرب هم صحبت های آخری که با امریکایی صورت گرفت که کنیم دروازه را باز کردن.
درست. هوتک صاحب اگر اجازه بتین بحث را جمع‌بندی بکنیم، بیشتر مخالفان امارت اسلامی پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان اونا به تاجیکستان فرار کردن و معاون والی ختلان گفته که به گروه‌های مخالف امارت اسلامی اجازه فعالیت را نمیده. این موضع گیری نشانه از چیست؟ خب میخوان همسو باشن مانند ازبکستان و ترکمنستان، میخوان که اونمو چراغ سبز روسیه را هم دیگر درخشش بدن که در سرزمین زیر اثر روسیه زندگی میکنن و اونا درخشش دادن. در کنار اونها نمیخوان و یا هم نمیبینن بدیل امارت اسلامی افغانستان در جغرافی افغانستان. واضح هست اگر میتونستن در 4 سال یک سرنخی به دست می آمدن که اگر مقابله نظام کنونی کردن میتوانستن و یا یک رخنه دیگه برای انداخته میشد. مسئله دیگه هم است که نمیخواین مانند پاکستان منزوی تر شود در مقابل افغانستان. یعنی منزوی به این معنی که هم صد راه تجارت باشن چون کانال‌ها و مسیرهای دیگه وجود داره، فرصت‌های است، و نه هم میخواین که درگیر باشن مانند پاکستان. در این راستا نقص میکنن و ملت و مشترکات و این بحث‌های دیگر تمایل زیاد دارن و مردم افغانستان همیشه صلح‌جو بودن، نکردن و مثل پاکستان امروز افغانستان دشمنی و همین حساس است که زود نرمش خود در رابطه به که چگونه پاکستان کردن نسبت به اونها با افغانستان زود کنار آمدن و یک نتیجه ملموس گرفتن. میمانه بحث کسایی که در اوج تربیت میکردن و نگاه میکردن یا در امارات قبلی و یا هم کنونن که اکثر اونها رفتن در اوج، این فکر کنیم که برای صلابت و حیثیت جهانی اونها صدمه میرسانن بعد از این، چون اونا نه مردم افغانستان و نه ملت افغانستان اونا را میپسندند و نه هم جامعه جهانی اونا را حمایت میکنن. پس این تو یک مهره های سوخته که اصلا نتیجه نمیده و در واقعیت از تاجیکستان نیست. گفتم که اینها زیر سایه روس‌ها زندگی میکنن و تحت نفوذ اونها هستند. پس چطور میتونن مهره های سوخته امریکا و غرب در جایگاه در خاک خود نگه دارن و باز از اونها استفاده صورت بگیره که اصلا ممکن نیست و نه ملت افغانستان داره میپذیره. درست. او چراغ سبز را که شما گفتین که از روسیه حالا تابیده به تاجیکستان، چه زمان به ازبکستان خواهد تابید هوتک صاحب؟ این چراغ سبز تا افغانستان رسید، افغانستان رو به رسمیت شناختن. پس یک کشور بزرگی که یک حلقه بزرگ یا یک قطب بزرگ مدیریت میکنن و عملا با قطب دیگر در دست و گریبان هستند، اونا افغانستان رو به رسمیت شناختن. پس دیگرها هم فکر کنیم که به قدم‌های روسیه میور دارن و شرایط دیده و به تعامل و رسمیت خواهد پرداخت. سپاس از حضورتان در برنامه آقای روح الله هوتک، آگاه مسائل سیاسی. ادامه خبرها با همکارم بی‌نظیر بکتاش از استودیوی 1. سادات تشکر از خودت همچنان و حال همکارم اسماعیل سادات با جزئیات بیشتر در این مورد پرداخته است. به دنبال سفر مقام‌های بلندپایه کشورهای همسایه و منطقه به افغانستان، این بار یک هیئت تاجیکستانی برای نخستین بار پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی به منظور بهبود روابط با حکومت کنونی افغانستان وارد کابل شده است. منابع به تلویزیون 1 میگویند که این هیئت شامل مقام‌های وزارت خارجه تاجیکستان، بخش‌های امنیتی و سایر نهادهای دولتی آن کشور است. به گفته منابع، هدف سفر این هیئت گسترش روابط سیاسی، تجاری، امنیتی و گفتگو در مورد سفارت افغانستان در دوشنبه عنوان شده است. آگاهان بهبود روابط سیاسی با تاجیکستان را در همکاری‌های سیاسی و به میان آمدن فضای اعتماد میان دو کشور سودمند می‌دانند. و مسلماً با توجه با حقوق و منافع مشترکی که افغانستان و تاجیکستان به عنوان دو کشور همسایه و همجهار با همدیگر دارند و در این شک وجود نداره که اساساً دیدارها و گفتگوهایی که در میان مقامات این دو کشور صورت میگیره میتواند در خصوص تقویت روابط دیپلماتیک، اعتماد سازی در میان دو کشور و همچنان در حوزه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی و حتی امنیتی بسیار مهم و مؤثر واقع شود. در میان کشورهای آسیای میانه، تاجیکستان یگانه کشور است که در بیش از 4 سال گذشته روابط دلگرم کننده با امارت اسلامی نداشته و در این مدت بارها میزبان نشست‌های مخالفان امارت اسلامی بوده است. با توجه به اهمیت تحکیم روابط اقتصادی با دوشنبه، آگاهان گسترش همکاری‌ها در این زمینه را به سود افغانستان دانسته و بر مدیریت و تحکیم روابط خوب اقتصادی در شرایط کنونی تاکید می‌ورزند. آمدن هیئت تاجیکستانی در افغانستان با وجود که دشواری‌های کلان افغانستان و پاکستان در این مورد مراودات تجاری میشه، یک نوید بسیار کلان
و یک حرکت منطقه در مقابل پاکستان شمرده میشه، به خاطر که تاجیک‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها و قزاق‌ها و قرقیزها اینا علاوه از که رابط خوب از طریق ایران ندارن که باید تیر حرکت بتن، اینا یک احتیاج کلان رسیدن به بازارهای جنوب آسیا دارن و این حرکات که جنوب آسیا را باید وصل کنه امرای آسیای میانه، فقط افغانستان ما در تقریبا در اولیگوپول موقعیت قرار داره. گفتنی است که امارت اسلامی پس از روی کار آمدن دوباره در افغانستان با اتخاذ رویکرد متوازن و اقتصاد محور تلاش کرده تا روابط خوب سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان برقرار کند. پس از افزایش نگرانی‌ها از آنچه تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان عنوان شده، رئیس جمهور ازبکستان صلح و ثبات در آسیای میانه را وابسته به توسعه افغانستان دانسته و تصریح کرده است که بدون پرداختن به مسائل مرتبط با افغانستان، حفظ صلح و ثبات در کشورهای آسیای میانه امکان پذیر نیست. سلیمان اکبری. امارت اسلامی پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان، تأمین صلح و امنیت در کشور را از بزرگترین دستاوردهای خود قلمداد کرده و سیاست متوازن و اقتصاد محور را به حیث سیاست خارجی خود تعریف کرده است. با گذشت بیش از 4 سال از حاکمیت امارت اسلامی، اما کشورهای منطقه و آسیای مرکزی بارها از آنچه تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان گفته شده ابراز نگرانی کردند. در مقابل، امارت اسلامی پیوسته از مسئول بودن خاک افغانستان در برابر همه کشورهای جهان اطمینان داده است. به تازگی شوکت میرزیایوف، رئیس جمهور ازبکستان، گفته که بدون پرداختن به مسائل افغانستان، حفظ امنیت در کشورهای آسیای میانه امکان پذیر نیست. آقای زیایوف افزوده که افغانستان می تواند به یک بازیگر منطقه‌ای خوب برای تأمین صلح و امنیت در کشورهای منطقه مبدل شود. راه آهن ترانس افغان پروژه کلیدی برای اتصال آسیای مرکزی و جنوبی است و نقش مهمی در احیای اقتصاد افغانستان دارد. افغانستان باید به بخش جدایی ناپذیر یک فضای مشترک صلح و امنیت منطقه تبدیل شود تا کمربند پایداری در جنوب آسیای مرکزی شکل گیرد. حکومت سپردست افغانستان همچنان زمینه‌ها را برای تعامل بیشتر و گسترش روابط با عدالت‌گذاری قوانین و مقررات بین‌المللی و آوردن تغییرات بیشتر میسر بسازند، زیرا بدون حمایت و پشتیبانی جامعه جهانی مخصوصا کشورهای منطقه بیرون شدن از چالش‌های موجود از افغانستان برای افغانستان غیر ممکن میباشد. کارشناسان اقتصادی نقش افغانستان را در رشد اقتصاد کشورهای منطقه و جهان مهم دانسته و بر تحکیم روابط اقتصادی بیشتر افغانستان با کشورهای جهان تاکید می‌ورزند. بنا به موقعیت اساسی که افغانستان در میان کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا داره، از نگاه ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک و ژئوکنومیک به کشورهای آسیای میانه هم افغانستان ارزشمند است، بخصوص کشور ازبکستان. از مجرای افغانستان میتونه کشور ازبکستان کالاهای خود صادر و وارد کرده باشه و همچنان میتونه از مسیر افغان ترانس هم رابط داشته باشه با کشورهای جنوب آسیا، پاکستان، هندوستان و بنگلادش و این به سود ما هم میتونه تمام شود. بدان زمانی که صلح و ثبات در افغانستان تامین باشه، این کشورها میتونن از طریق افغانستان با هم وصل شوند و بتونن کالای مورد نیاز خود تبادله بکنن. این در حال است که شهر تاشکند ازبکستان امروز میزبان 7مین نشست سران کشورهای آسیای میانه است. قرار است در این نشست روی موردهای چون افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و اجرای پروژه‌های مشترک گفتگو شود. از توجه و همراهیتان سپاس. در ادامه نیز با برنامه‌های بعدی یک باشید. خدا نگهدار.